سلام برای بچه‌تون، خوش اومدین به اولین ویدیوی من آموزش عوض کردن زبان تلگرام به زبان کوسچر. بچه‌ها قبل اینکه آموزش رو بهتون بدم یه دو سه تا حرف ریز بزنیم چون خود آموزشش 2 دقیقه هم بیشتر کار نداره. اول از همه این که سوال کردن شما میتونه منو از دهن مفت فامیل و هزار تا سرکوفت خانواده نجات بده، پس ممنون میشم اون ساو بزنی، دمت گرم. و گزینه دوم این که این تلگرامی که دارم واسهتون میذارم نسخه خاصی از یه تلگرام نیست و اینکه چه رو اندروید چه رو iOS رو همش میاد و یه دونه فایل زبانه که تو انگاری داریم مثلا بهش یه زبان جدید اضافه میکنیم، در واقع زبان کار. خب خیلی خوب، بریم سراغ آموزشش. یه لحظه بچه من اسکرین ریکورد واسه شما آن کنم. خب وارد تلگرامتون میشین، میایین توی کانال من، فایلش رو واسهتون اینجا گذاشتم، لینک چنل تلگرام واسهتون تو دیسکریپشن میذارم و آیدیش هم واسهتون مینویسم که اگه نتونستیم با لینک برین داخلش با آیدی بیاین. خب این فایلی که واسهتون گذاشتم رو دانلود میکنین که 53 کیلوبایت هم هست. خب دانلود که شد 3 نقطه رو میزنین، گزینه دوم اپلیتون نمیدونم چی همون گزینه دوم میزنین و از همین الان واسهتون فعال میشه. نایس. میبینین که بالا نوشته زبان کیری. خب دیگه آمده باشه، به این دستوراشو بخونین حال کنین، اصلا یکم توش بگردین واقعا فوق العاده است. و اگر هم خواستین احیانا برش دارین میایین توی ستینگ کیریتون و میایین رو پایین، پسر واسه نوتیفیکیشنش نوشته آه و ناله. خب میایین روی زبان کیری کلیک میکنیم و از اینجا دیگه هر زبانی که خواستیم رو میذاریم و آره دیگه. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو با همون بودین. و اینکه یه چیز بهتون بگم بچه‌ها، این ویدیو رو چون قولشو گذاشته بودم واسه بچهای اینستا که اینقدر گفته بودم بذار گذاشتیم، مگه نه فعالیت اصلیمون از ویدیوهای بعدی شروع میشه. خلاصه که دمتون گرم. یه چیز دیگه هم بهتون بگم، اینکه اگه کیفیت صدا نمیدونم کیفیت دوربین هر چیزی مشکل داشت توی کامنت ها بنویسین که ان شاءالله واسه بارهای بعدی اوکیش کنیم. یه ویدیوی بعدی میبینمتون، دمتون گرم.